عروسی عجیب و باور نکردنی زهرا الهام با جمال مبارز بر رسم و رواج مردم استرالیا. زهرا الهام چرا با جمال مبارز ازدواج کرد؟ رازهای زندگی باور نکردنی جمال مبارز در استرالیا و خداحافظی زهرا الهام برای همیشه از هنر موسیقی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام با جمال مبارز، دو هنرمند، دو هم مسلک و دو چهره مشهور در افغانستان با هم در کشور استرالیا ازدواج کردند. این همه در حالی است که جمال مبارز در افغانستان ازدواج کرده بود، ولی همسر اولش به دلیل نامعلوم به قتل رسید و برای مدت جمال مبارز در افغانستان زندانی بود. بعد از تحولات سیاسی در افغانستان جمال مبارز از بند زندان آزاد شد و افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد. در پاکستان همکارهای جدیدش را ادامه داد و بالاخره پاکستان را به مقصد استرالیا ترک کرد. زهرا الهام که بعد از تحولات سیاسی در افغانستان در استرالیا زندگی می‌کرد، با جمال مبارز در رابطه عاشقانه شد و سرانجام این دو با هم ازدواج کردند. تصاویر نشر شده زهرا الهام با جمال مبارز در صفحات مجازی نقد و نظرهای فراوانی را به همراه داشته است. اما جالب اینجاست چرا زهرا الهام با جمال مبارز ازدواج کرد و بعد از ازدواجش برای همیشه از هنر آوازخوانی دوری گزید. دوستان ارجمند، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با طرفداران و علاقمندان زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو تمنا دارم. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.